سلام كمسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، درس عقیده را از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه آغاز میکنیم. اول بیایید معنای کلمه عقیده را ببینیم. یعنی عقیده چی معنا دارد؟ عقیده در لغت از کلمه عقد گرفته شده به معنای پیوست، تاب دادن، مستحکم کردن، استواری، به قوت بستن و دیگر معناها را دارد. و در اصطلاح شریعت آن امرهایی است که واجب است که قلب به آنها تصدیق نماید و نفس به آن آرام گیرد تا که یقین استوار باشد، با آن شک و شبهه آمیخته نشود. یعنی ایمان مستحکم که به سوی آن در نزد اعتقاد کننده اش شک راه نیابد. و عقیده نامیده شد زیرا انسان بر آن قلبش را محکم می کند. و عقیده اسلامی همان ایمان استوار به پروردگار، به نامها و صفتهای او، اعتقاد به ملائکه ها، اعتقاد به کتاب ها، به پیامبران، به روز آخرت، به تقدیر نیکی و بدی و دیگر چیزهایی که از امرهای غیبی و اصول دین ثابت شده است و بر آن چیزی که گذشتگان نکوکار اجماع کرده اند و پره برای الله تعالی در امر و حکم و طاعت تسلیم شدن و برای پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی کردن می باشد. پس دوستان عزیز، از اینجا معلوم شد که عقیده این علم می باشد که به اعتقاد ما، یعنی که وابسته است، اعتقاد به خداوند، یعنی باوری کردن به فرشتگان، به ملائکه ها، به روز قیامت و دیگر. و فقه باشد این علم است که به عبادات سر و کار دارد، یعنی چی طور نماز خواندن، چی طور طهارت گرفتن و دیگر مسائل های فقهی. این دو علم عقیده و علم فقه یکی از بزرگترین علم ها می باشند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در اول بعثت انسانها را، مشرکان مکه را به یکتاپرستی دعوت میکرد که این علم عقیده می باشد. و بعد از آن که مشرکان قریش یکتاپرست شدند، یعنی که از بت‌ها دست کشیدن و فهمیدند که خداوند یک است و تنها اوست لایق عبادت، بعد از آن خداوند نماز را فرض گردان، روزه را فرض گردان. ببینید که در اول اسلام یعنی علم عقیده را پیامبر صلی الله علیه و سلم به مشرکان قریش میفهماند که خداوند یک است، بگویید که خداوند یک است، هیچ شریکی ندارد. دوستان عزیز، قبول شدن نمازهای ما، قبول شدن همه عبادتهای ما وابسته از درست بودن عقیده است. اگر خدا نخواسته باشد که عقیده شخص درست نباشد، نمازهای او و دیگر همه عبادتهای او قبول نمی شوند. و این سبب ما با شما اول از علم عقیده درس را آغاز کردیم. اکنون بیایید متن نوشته این کتاب را که امام ابو حنیفه آن را نوشتند آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع اول، اساس توحید و اعتقاد. امام ابو حنیفه میگویند اصل التوحید و ما یصح الاعتقاد علیه یجب ان یقول آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله والبعث بعد الموت والقدر خیره و شره من الله تعالی والحساب والمیزان والجنة والنار حق كله. یعنی اصل توحید و آن چی که باید به آن اعتقاد داشت واجب است که هر مسلمان با یقین و باوری بگوید به خداوند و فرشتگانش
کتاب‌ها و پیامبرانش به زنده شدن پس از مرگ و به تقدیر نیکی و بدی که از طرف خداوند متعال است ایمان آوردم. حساب و میزان یعنی ترازوی اعمال و بهشت و دوزخ همه اینها حق و راستند. معنای نام کتاب یعنی امام ابو حنیفه نام کتاب را فقه اکبر گفتند و شخصی که این کتاب را نخوانده است فکر میکند که این درباره مسئله های فقهی است، یعنی که طرز نماز خواندن و طهارت گرفتن و روزه داشتن. نه برادران، این کتاب درباره عقیده است و اکنون میبینیم که برای چی فقه اکبر نام گذاشته شد. معنای اصلی فقه، یعنی فقه در زبان عربی معنای فهم و دانش می باشد، اما معنای اکبر یعنی معنای اکبر اعظم یعنی بزرگترین است. پس معنای فقه اکبر بزرگترین علم و دانش می باشد، یعنی علم عقیده علمی بزرگتر است، علمی مهمتر است. اگر پرسند که برای چی امام ابو حنیفه این رساله اش را فقه اکبر نامیده اند، جواب میگویم که مراد از فقه علم شریعت است و آن دو قسم می شود. یکم علم توحید و عقاید یعنی عقیده، دوم علم عبادات و معاملات یعنی علم فقه. چون مرتبه علم توحید و عقاید از مرتبه علم عبادات و معاملات بلندتر و بزرگتر است، آن را فقه اکبر یعنی بزرگترین علم گفتند. اگر پرسند که از کدام جهت علم توحید یعنی عقیده نسبت به فقه یعنی علم عبادات بزرگتر می باشد، جواب می گوییم که علم توحید کیفیت درست شناختن الله تعالی را و علم عبادات علم فقه باشد کیفیت درست عبادت کردن را تعلیم می دهد. درست عبادت کردن الله به درست شناختنش موقوف می باشد. تا شخص الله تعالی را آنچنانی که قرآن و سنت او را صفت و بیان کرده اند نشناسد و به تمام آنچه دستور داده است که ایمان آورده شود ایمان نآورد، عبادتهایش درست نمی شود. از این رو دوستان، علم توحید و عقاید بر علم عبادات و معاملات مقدم و نسبت به آن بزرگتر می باشد. اگر پرسند که آیا در قرآن کریم آیتی هست بر مقدم بودن علم عقیده از علم فقه، در جواب می گویم که بله، از جمله آیت 19 سوره محمد دلیل آنچه گذشت می باشد که در آن آمده است: پس بدان که غیر الله هیچ خدای وجود ندارد و از برای خود و از برای زنان و مردان مسلمان طلبی مغفرت نما. دوستان عزیز، در این آیت کریمه الله تعالی اولا به شناختن ذات خودش امر کرده است و بعد آن دستور دادند که عبادت یعنی استغفار کرده شود. دوستان عزیز، اکنون می گذاریم به شرح آنچه که در بالا خواندیم. اصل توحید یعنی اساس توحید، ریشه توحید و آنچه که انسان باید اعتقاد داشته باشد، واجب است که هر مسلمان با یقین و باوری بگوید. در اینجا گفتن نه آن معنای دارد که تنها با زبان بگوید، نه، بلکه با دل تصدیق کند. به چیز؟ به آن که خداوند هست، به هستی خداوند و به هستی فرشتگان و به کتاب‌های خداوند و به پیامبرانش، همه پیامبران، و به زنده شدن پس از مرگ و به تقدیر نیکی و بدی که از طرف خداوند متعال است. یعنی که ایمان آوردن به این چیزها، تصدیق کردن قلب، اگر قلب انسان تصدیق کند به این چیزهایی که ذکر کردیم، اگر تصدیق کرد قلب و به زبان گفت، این شخص مسلمانی کامل حسابیده می شود.
اگر کسی کلمه ایمان را، ایمان به خدا و به فرشتگان و به کتاب و به پیامبران و به زنده شدن بعد از مرگ و به تقدیر نیکی بدی به زبان گفت و به دل تصدیق نکرد، این شخص در نزد ما مسلمان شماریده می شود و در نزد الله باشد او مسلمان نیست. پس از اینجا معلوم می شود که ارکان ایمان این 6 تا می باشند: ایمان آوردن به خدا، ایمان آوردن به فرشتگان، ایمان آوردن به کتابها، ایمان آوردن به پیامبرانش، ایمان آوردن به زنده شدن بعد از مرگ و ایمان آوردن به تقدیر نیکی و بدی. اگر کسی یکی از اینها را رد کند، قبول نکند، تصدیق نکند، آن شخص از ایمان خارج می شود. و در دوام امام ابو حنیفه می گویند حساب و میزان یعنی ترازوی اعمال و بهشت و دوزخ همه اینها حق و راستند. یعنی ترازوی اعمال که در روز قیامت همه عملهای ما برکشیده می شوند، عملهای نیک و بد ما، این حق است. و این چنین بهشت و دوزخ اینها هم حق می باشند، چون هستند شخصانی که رد می کنند که بهشت نیست، دوزخ نیست، یا دوزخ ابدی نمی ماند یا بهشت ابدی نمی ماند. اینها همش خطا هستند. و عقیده اهل سنت و الجماعت این است که بهشت و دوزخ هستند، حق هستند و جاوید هستند، یعنی به آخر هستند. بهشت و دوزخ خداوند خلق کرد بهشت را دوزخ را، ولکن آنها آخر ندارند. کسی که در بهشت میماند به آخر در بهشت میماند و کسی که در دوزخ میماند به آخر میماند. بهشت و دوزخ یعنی که ابدی هستند. چون در دوام تاریخ بودند گروه هایی که می گفتند که دوزخ جاویدان نمیماند، یعنی که دوزخ ابدی نیست، تمام می شود. این همه فکرها، عقیده ها نادرست می باشند. موافق عقیده علمای ما بهشت و دوزخ ابدی می باشند. خلاصه درس امروزه دوستان عزیز، این اعتقاد داشتن، به قلب باور کردن به این ارکانهای اسلام و به حساب و میزان، به ترازوی اعمال و به بهشت و دوزخ. اگر هر یکی شما در قلب این را یقین دانید که اینها همش هستند، موجود هستند، انشاءالله ایمان شما ایمانی کامل است. پس درس امروزه را در اینجا انجام میدهیم. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. خداوند از همه ما قبول گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.